سلام دوستان، امروز اومدم بهتون یاد بدم توی 3 دقیقه گانتون رو گلد کنید. که ویدیو رو لایک میکنن، کانال ما رو سابسکرایب میکنن، موتی میشید، میرید گان مورد نظرتون انتخاب میکنید که گان من هیکی تریفته که گلدش کردم. میرید تو قسمت رنگا، اولین قسمت سنده، میگه 600 نفر رو معمولی بکشید. بعدی دراگونه که میگه هیپ فایر، یعنی با AK سرفته اینمی ها رو هیپ فایر بکشید. بعدی هم میگه از راه دور بکشید، یعنی یه دوربین استرایپ میندازی رو AK و یه جا کم میکنی و از راه دور اینمی ها رو میکشید. بعدی تایگر میگه بعد 5 تا اتچمنت رو گام بذاری بعد اینمی ها رو بکشی. بعدی جانگله میگه که باید اینمی ها رو هدشات بزنی بکشی. بعدی هم رپتایله که میگه هیچ اتچمنتی رو گان نباید باشه، انمی ها رو بکشی. باید این مپی که اینجا هست باید درست کنی. اول این قسمت این رو انتخاب میکنی، بعد میای روی مپ شیپمنت رو انتخاب میکنی و این مپ باعث میشه زودتر شما گلد کنید.